در شمال و غرب پاکستان یک هواپیمای تعلیمی نیروهای هوایی این کشور در ناحیه سوابی ولایت خیبر پختونخوا سقوط کرد. در این حادثه 2 خلبان زخمی شده است. مقامات نیروهای هوایی پاکستان میگویند هواپیما هنگام فرود آمدن آتش گرفته است. ویدیوی سقوط هواپیما را یک شاهد به رادیوی آزادی داده است. در آستانه پایتخت قزاقستان اکادمیاها و مکتب‌های نظامی پایان سال تحصیل را تجلیل کردند. ختم کنندگان لباس‌های نظامی در تن زنگ آخر را جشن گرفتند. آنها اکنون برای ادامه تحصیل به مکتب‌های بالاتر نظامی می‌روند و یا خدمت را در نیروهای مسلح قزاقستان شروع می‌کنند. همچنین در قزاقستان 2 برادر سفر قریب 5000 کیلومتریشان با موتورسیکل را به پایان آوردند. آنها از آلمان تا زادگاهشان ولایت قزل ارده در جنوب قزاقستان سیاحت کردند. میکائیل و رومان فیترر فرزندان نیمیزهایی اند که در سالهای جنگ دوم جهان به قزاقستان بدرقه شده بودند. خانواده آنها در سالهای 90 به آلمان کوچید. آنها تا رسیدن از اروپا به زادگاه خود در قزاقستان 9 روز را در راه سپری کردند. در کابل پایتخت افغانستان مقامات بانک مرکزی به مسئله افتادن قرب افغانی پول ملی این کشور در مقابل دلار آمریکا رسیدگی می‌کنند. قرب افغانی از ماه اوگوست به این سو در مقابل دلار 10% پایین رفته است. مقامات بی‌ثباتی در افغانستان و تقویت دلار در بازار جهانی را سبب‌های افت قرب پول افغانی می‌دانند. در تفلیس پایتخت گرجستان به تجلیل 26 می روز استقلال این کشور آمادگی می‌بینند. میدان اساسی شهر برای رو بسته شده است چون که تشکیل کنندگان در اینجا صحنه بزرگ و نمایش سلاح‌های نظامی را درست کرده اند. 26 می روز اعلام استقلال گرجستان از روسیه در سال 1918 بعد از انقلاب اکتبر است. در کیف پایتخت اوکراین هزاران نفر در مراسم 15 بزرگداشت ویشیوانکا لباس ملی گلدوزی اوکراینی ها شرکت کردند. این مراسم که روز 24 می دایر شد در پی یک کنسرت خیریه است که پولش برای یک بیمارستان مریضان سوختگی می رود. مجری مراسم ویشیوانکا را رمز خودشناسی اوکراینی ها نامید.